السلام علیکم برادر سوراب. علیکم السلام. برادر سوراب، یک سوال مهم برای من میاد که وقتی که مثلا علما شما میگن که ماه شریف رمضان در گناه های پیشتره به خواست الله بخشیده میشوند، همین یک سوالی که وقتی نمازهایی که پیشتره ما خواندگی نیستیم، مقصد یک سال و نیم سال همو هم در همو بخشیدنی چیز هم ماه شریف رمضان هم هموار هم ایسر ساقی میشوند یا نه؟ سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که رمضان را از روی ایمان و احتساب اگر روزه دارد، گناههای متقدم بخشیده می شود. ولی حافظ ابن حجر ابن المنذر اینا گفتن که ظاهره یشمل الصغائر و الکبائر. ظاهری حدیث گناههای کبیره و صغیره را در بر میگیرد. و بعضی علما میگن که این حدیث های عام را به حدیث های خاص یا حدیث مطلق را به حدیث مقید تحمیل کرده میشد. یعنی در اینجا حدیث مطلق آمده است که کسی چی گناهی داشت الله میبخشد. در دیگر جاها آمده است که از این رمضان تا آن رمضان، از این جمعه تا آن جمعه، از این نماز تا آن نماز، از این عمره تا این عمره گناه ها بخشیده میشد. مجتنبت الکبائر، مادامی که از گناه های کبیره پرهیز کرده باشد. میگن یعنی که این خیلی لفظ داره در دیگر حدیث. این حدیث به اون حدیث تحمیل میکنه، یعنی که اون حدیث مطلق است، این حدیث مقید است. میگن یعنی در این حدیث یک قید الهیده هست، به شرطی که از گناه های کبیره پرهیز کرده باشه. مثلا زنا این گناهی است که حد دارد، یعنی استتیه دارد، حکمش قتل است، گناه بی‌نهایت کلان است، عظیم است. این یک روزه داشتن که بخشیده نمیشد. این برای این توبه الهیده لازم است. بنابراین همین خیلی علما بعضی ها گفتن که ظاهری حدیث تمام گناه را در بر میگیرد، لیکن بعضی علما به اون حدیث ها تکیه کردن. این حدیث به اون حدیث، مثلا الله تعالی در قرآن مطلق و مقید چی معنا دارد؟ وقتی که الله تعالی غلام آزاد کن، غلام آزاد کن، غلام آزاد کن میگه، در قرآن مطلق گفتگی است. فلان عمل را کردی، برای جنایتش غلام آزاد کن، جریمش. فلان عمل را کردی، غلام آزاد کن، غلام آزاد کن، غلام آزاد کن. فقط میخواد مطلق گفتگی است. در یک جا گفتگی است که فتحریر رقبت مؤمنه، غلام مسلمان آزاد کن گفتگی است. علما میگن که همین اون آیات های مطلق به همین مقید تحمیل کرده میشه. یعنی که در اینجا قید کرد، همین قید که کار میکنیم فقط غلام مسلمان آزاد میکنیم، نه غلام غیری مسلمانه. فهمیدید؟ یعنی که بله، گناه های کبیره ظاهرا بخشیده نمیشه.